اول از همه 200 گرم ویفر رو میارید حسابی پودرش میکنید. بعد از اون که پودر کردید 300 گرم نوتلا بهش اضافه میکنید، حسابی هم میزنید تا با هم مخلوط شن. اینو میذاریم کنار. شکلات تخته‌ای رو میارید خوردش میکنید، میریزید تو ظرف. فندق میارید قشنگ میکوبیدش تا حسابی پودر بشه. بعد از اینکه پودر شد شکلات تخته‌ای که گذاشتیم آبشه رو قشنگ هم میزنیم تا کاملا یک دست و یک نواخت بشه. فندق‌های پودر شده رو بهش اضافه میکنین و با هم مخلوطش میکنیم. بعد از اون میذارینش کنار. دوباره همین ویفرمون رو میاریم، یه دونه فندق میذارید وسطشو، حسابی میپیچونیدش و در واقع قلقلی باهاش درست میکنید. این قلقلی ها رو میچینید کنار هم و بعدش میندازید تو اون شکلات فندقمون. حسابی همش میزنید تا مخلوط بشه. بعد از اینکه هم زدید داخل مخلوط شکلات میذارید کنار هم دیگه قشنگ چیده بشه. بعد از اونم 2 ساعت میره داخل فریزر رو همچین شکلات قلقلی خوشمزه بهتون تحویل میده.